بیننده عزیز سوال کردن در مورد اینکه در تاجیکستان بالای قبر رو سنگی میگذارن و فلان میگذارن. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث صحیح و صریح و آشکاری وجود دارد در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در کتب احادیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بلند کردن قبر، از گچکاری کردن قبر، از گذاشتن سنگ بر روی قبر، از گذاشتن سنگی که در بالای قبر میگذارن اسم میت و فلان و علان می نویسن، از ساختن گنبد، بارگاه بر روی قبر، از ساختن دیوار، چهار دیواری بر اطراف قبر، از همه اینا منع کردن. آنچه که طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باید قبور همان خاکی که از قبر درآورده میشه همان خاک رو دوباره بر روی قبر بیندازن. در حدیث صحیح میفرمایند هر شیئی که بیشتر از آنچه که از قبر خارج می شود بر روی او گذاشته شود بر مرده سنگینی می کند. این کنایه است بر این که این یک کار درست نیست و نباید این رو انجام داد. گذاشتن سنگ قبر رو بعد در بعضی کشورها در کنار هر قبرستان ببینید یک سنگ مرمر فروشی درست کردن و یک خطاطی رم آوردن و بعد یک سنگ قبرای قشنگ درست میکنن و فلان ابن فلان و سال تولدش این و یک شعر و یک آیه و یک حدیثی رو می نویسن. اینا همه ناجایز است، بدعت است و علمای اسلام، علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت، حتی ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این گونه اعمال منع کردن و این جایز نیست که یک انسان مسلمان این کار رو انجام بده.